بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الإسلام، قبل از همه در این روز سعید عرفه ماه مبارک رمضان و این فرصت‌های مناسب و فرصت‌های با برکت، همه شما و در سیمای شما اهل خانواده و پیوندان و نزدیکان را از صمیم قلب به این ماه مبارک رمضان تبریک میگویم. خداوند عزوجل این ماه مبارک رو برای همه ما و اهل خانواده و فرزندان ما و شما و پیوندان ما و شما و تمام امت اسلامی مبارک و با برکت بگرداند. برادران اهل اسلام، با ما و شما پروردگار باز امکانیت داده است که نصیب باشد این بیگاه ختم قرآن در نماز تراویح، یکی از فرصت‌های بهترین، یکی از روزهای مبارک که هر عبادتش برابری یا هر فرضش برابری 70 فرض خارجی بیرون ماه مبارک رمضان، هر احسان و نیکی و صدقه و دستگیری و پند و اندرز و نصیحتی پیوندان و اهل خانواده و فرزندان و یاران دوستان از 10 تا 800 اجر دارد. این بسا فرصت مناسب است که حالا با بسیاری از برادران ما و شما که سال گذشته در همین صف ما و شما بودن حالا نیستن، زیر خوکن، لیکن الحمدلله 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 که با ما و شما باز امکانیت داده است این فرصت رو غنیمت بدانیم و به قدر این ماه مبارک رمضان برسیم. این ماه مبارک رمضان با برکت می شود در صورتی که امروز قبل از این صلات نماز جمعه، صلات جمعه، نیت رو نیک و قلب رو صاف و پاک و پروردگار هر کسی که رنجاند ما بخشیدیمش و هر کسی رو که ما رنجاندیم و هر کسی رو که ما آزار دادیم و هر کسی رو که ما ظلم کردیم، پروردگار رو در این روز اجابت دعا اونها رو هم از ما راضی بگردان و روزگی خودت و شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیب روزی بگردان و روزگی والدین نصیب روزی بگردان و تربیت فرزندان نصیب روزی بگردان. با این دعاها و نیتهای نیک و قلب صاف و پاک این ماه مبارک رو استقبال کنیم. حالا تکرارم شود و بسیاری از برادران ما و شما که سال گذشته در صف ما و شما بودند حالا که دیگر زیر خاک هستند این فرصت رو ندارند. خدا رحمت کند پدر کلان ما دوله عبدالرحیم علیه الرحمه، دوله قزانچی میگفتندش، هر وقت به شاگردان میگفت است بچم از اون زیر خاک این بالای خاک خوب است، در حالتی که تو همیشه با خدا باشی با پروردگارت باشی این بالای خاک برات بهترین است، چرا در اعمال نامه نیکی های زیادی جای میکنی و این یک سبحان الله و یک استغفر الله و یک الله اکبر و یک استغفارت برایت خیر و برکت دنیا و آخرت میباشد. این دنیا چی هست؟ ببینید اکا و دادر، اپا و خواهر، پدر و پسر، دختر و مادر یا دیگر برادر با برادر، برای همین دنیا شده یا برای میراث پدر شده چقدر غوغا و چقدر عداوت و چقدر دشمناگری ها میکنند. خدا نشان ندهد. فکران نمیکنند که حالا هم پدرم با خود هیچ چیز نبود، بس که ما هم یک انصاف، از روی انصاف، هیچ کس ملائکه نیست لیکن از روی انصاف باید معامله کنم. دانشمند میگه این دنیا چی هست؟ میگه این دنیا همونی هست که به هیچی میاییم، این دنیا میاییم هیچ چیز نداریم و برای همه چیز این دنیا یا آزار میدهیم یا آزار میبینیم. صدها هزار نفر رو یا میرنجانیم یا میرنجیم، از صدها نفر یا هزارها نفر میرنجیم. حالا که هزارها نفر رو رنجانده بدیم هیچ چیزی از این رو نمیبریم. اومدیم هیچی نداشتیم، میرویم هیچی نداریم. وقتی رفتن همه مجبور میرود، به اختیار میرود از این دنیا. وقتی که میرویم باید چنان برویم که
هیچ کسی رو ظلم نکرده باشیم و هیچ کسی رو نرنجانده باشیم و هیچ کسی رو ظلم نکرده باشیم و احسان و نیکی زیاد انجام داده باشیم، آن همون با ما می رود. تمام، دیگر هیچ چیز نمی رود. دیگر دنیا چی هست؟ دنیا همونی است که میآید هیچی نداره و برای همه این دنیا، همه چیز این دنیا تشویش و پریشانی و رنجاندن و رنجیدن و تمام آفت و مصیبت ها رو برای همین دنیا میبینیم. باز در رفتن همه چیز رو میپرتویم، به هیچ چیز میرویم. دینی میبینی اسلام نمیگوید که خب دیگر فقط در یک کنج بشین و کار کن، فعالیت کن، دنیادار باش. حالا ببینید دو رکن اساسی دینی مبین اسلام در نتیجه دارندگی بالای هر بنده مؤمن فرض می شود. یکی زکات، یکی چیز؟ حج. اینای مسلمانی اگر بر 5 باشد، کلمه است، نماز است، روزه است، حج است، زکات. حالا این سه بر عموم فرض است، لیکن دو تایش به طور استثنا به انسانهای دارنده فرض می شود. یعنی دارندگی برای مسلمان اگر از راه حلال باشد افتخار است. مسلمان باید به مانند همون پرنده بلند پروازی که دو بالی سالم دارد که بلند پرواز میکند، مسلمان باید به مانند همون باشد. یک بالش دنیایش که هیچ وقت پیش کسی سرخم نکند، خار نباشد، محتاج نباشد، مهنت کند، زحمت بکشد، به دست بیارد، با لقمه اوله دست کف دست بخورد. عزت و برکتش در آن همین است. چرا پیامبر علیه السلام میگه که طلب رزق حلال عبادت است. ولی دهقانی میکند، تجارت میکند، صاحبکاری میکند، هر کاری که میکند، هر وظیفه‌ای رو که اجرا میکند، با راه حلال چیزی رو به دست میارد، این براش عبادت است. و لقمه رو برای فرزندان و اهل و خانواده میارد، بهترین صدقه است. ولی بسیاری فکر میکنن برای فرزندم، پسرم یا دخترم کرته است یا که لباس است یا خوردنی است، نوشیدنی بخرم، این ثواب نداره. نه، بهترین اجر و ثواب در آن همون است. مهنت زحمتی که برای رزق حلال، مهنت زحمتی که میکشید، حالا استایی رو که ببینید همینجا لباسا همه گردالو و غبارالو و دیگر بعضیش با من سلام میکنه، دستشون یعنی میجقد که دستان چنگاله، میگم نه، این دستای شما برکت است، این دستای با برکت است، این چنگی که دست شما این برکت است، چرا که در عبادت مشغول هستید. بعضیش خجالت میشد که دستم آلوده است، این چنگ و گرد و غباری که در دست و در سر و لباس شما هست، این همه اجر دارد، این همه پاداش دارد. برای مسلمان با راه حلال به دست آوردن، ثروتمند شدن، دارنده شدن، این شرف است. چرا که دو رکن اساسی دینی مبین اسلام با دارندگی انجام داده می شود. کسی که نادار است باید زکات بگیرد، اما کسی دارنده است باید زکات بدهد. کسی نادار است باید که حج نرود. متاسفانه و میبینیم بعضیا حتی تو اداره من میان که حضرت 1000 دارم، همین 1000ش نمیرسد، یک گلوش یاردم کن، یعنی قرض بده یا که کمکم کن. و چیزی که پروردگار از تو نخواسته است، چرا تو خودت رو در خجالت که پیش هر کس، ممکن 10 نفر دیگه یا 100 نفر دیگه رفته باشد که من حج میروم و من مبلغ بدهید، وقتی پیش کسی میره چیزی میپرسید باور کنید اول میگه کتاب ابرونه که ابروش ریزون، یعنی ابرو ریزون در کار نیست. نفر پیش حضرت علی رضی الله تعالی عنه اومد میخواست آغاز کند صحبت، برادر هر چی میخوایی در همین کاغذ بنویس، من مشغول هستم، من میبینم حاجتت انشالله که امکانیتش باشد اجرا میکنم. حضرت علی برآمده رفتن، بعد با اومدن که اون مرد نوشته است، گفتن که بنویس بذار بره، تمام، انتظار نشو، میبینیم کارات. بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنه اومدن مکتوب رو خوندن که خب نیاز دارم قرض یا که کمک دیگر. بعد یاردمچی گفتن که امیرالمؤمنین حضرت علی رضی الله عنه چرا چنین کردید؟ نگذاشتید اون کس گپ زند با شما، صحبت کند؟ وقتی گپ میزند آبرویش چرک میشود، کبود میشود، یعنی آبرویش میریزد. حتی وقتی که انسان یک چیز خواهش میکند رنگ و روش تغییر مییابد، حتی که همین خجالت شوی نوری چهره رو کم میکند. یعنی نوری چهره رو کم میکند یعنی چی؟ یعنی میگه آبرویش رو ریزان، یعنی آبرو رو میریزاند. ولی مسلمان باید چنین نکند. وقتی که پروردگار امرت نکرده است چرا خود رو زیر بار گران میگذاری؟ معلومه که امکانیت داری میلش،
اما امکانیت نیست. چرا هر در و هر اداره و هر پشتی در خود را خجالت میکنید؟ گپ سر این میرود. مسلمان باید همیشه مهنتش باشد، زحمتش باشد، عبادتش باشد، لیکن با راه حلال و دستی کمک دراز کند. خصوصا در ماه مبارک رمضان حال دیگر روزداری هست. من از همه اون صاحب کارا بسیار خواهش میکردم، بعضی از صاحب کارا ببینید، بعضی صاحب کارا، دیروز با یک صاحب کار صحبت داشتم که تمام مواد فروشنده هم رو 100 سومون ارزان کردم، یعنی وابسته به نرخ‌هایی که هست، به خاطر ماه مبارک رمضان. بعد ماه مبارک رمضان باز نرخ هم دیگر می شود. انسان‌هایی هستند که به خاطر خدا و مبارکی قدر این ماه مبارک رمضان اشیایی که می فروشند اون رو ارزان میکنند، لیکن متاسفانه باز صاحبکارایی هم هستند که این ماه رو غنیمت میدونند. خدا نشان ندهد بعد همینایی که این ماه رو غنیمت میدونند همچون فرصت و نرخ رو بالا میبرند و از گلوی مردمی روزدار میگیرند، بدرک از اون که بعد صد بلا و آفت و خیانت و دیگر در مال و اموال و خانواده و فرزند و همسرش بعد صدها آفت و بلا و خیانت ها بعد به وجود می آید. هیچ کار مؤمن به نتیجه نیست، هیچ کار مؤمن به پیامد نیست. حتمی پیامدی دارد، حتمی صدایی دارد. نیکی کردید نیک می آید، بدی کردید بد می آید. حالا همون صاحب کارهایی که ماه مبارک رمضان رو یعنی متاسفانه برای به دست آوردن مبلغ زیاد به طور صنعی نرخ را بالا میبرند، حالا که از خارج با نرخ گران نیامده است. اگر مال اموال خارجی باشد همون یک نرخ است. در رمضان نرخ اونا زیاد نمیکنند، با نرخ زیاد یا پیش از رمضان هر چیزی که وارد میکنند پیش از رمضان است یا پیش از عید است، با نرخ مناسبی معمولی و عادی هست. حالا انبارها هم پوری اشیا هست، لیکن میبینند که طلبات زیاد است، در حال یعنی نرخ را بالا میبرند بی خبر از اون که صد آفت و صد بلا بالایشون میآید. بعد میبینید چی بلا و آفت ها بالای سرش و بالای اموالش و بالای همسرش و بالای فرزندانش و دیگرش، یعنی آفت ها و بلاها بعد بالای سرشون میآید. ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است برای مسلمان، بهترین ماه است برای هر مسلمان که از این ماه استفاده کند، با خیر و احسان و دستگیری و کمک و یتیمی بیچاره و بینوا و یک مسجد و یک مکتب یا اینکه راه یا باغ یا یتیم خانه یا پیرانسال خانه، هر جایی که نباشد، یعنی انسانی آواره و سرسان و سرگردان و قرضدار. حالا ماه مبارک رمضان ماه دادن زکات هم هست، ماه فطر روزه هست که فطر روزه میدهند دهه اخیر. باید که همه این فرصت ها رو غنیمت بدانیم. حالا خدا میدوند که تا آخر رمضان تو فرد و هستیم نیستیم این رو پروردگار خود میدوند، یا تا رمضان دیگر هستیم نیستیم خدا میدوند، پروردگار میدوند. برای همین غنیمت بدانیم، هر لحظه رو نیکی ها زیاد کنیم. دانشمند اسلام میگوید که من افضل الناس، من اسعد الناس، یعنی سوال است کی هست سعادتمندترین انسان؟ مسلمان کی هست؟ من اسعد الناس، همون انسانی که برای سعادت دیگران سعی و تلاش و کوشش میکند، انا همون سعادتمندترین انسان است. دعا کنیم پروردگار امروز رو، این ماه مبارک رمضان و همه وقت و همه سال ما را مبارک و با برکت بگردان. همه ما و اهل خانواده و فرزندان ما و کشور ما و پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را زیر سایه رحمتت قرار بده. با نظر خیر و برکت نظر رحمتت نظر کن. در تمام کارهای خیر، عملهای صالح، نیکی و نکوکاری ها همه ما را موفق و کامیاب بگردان. همه ما را از بندگان صالح و مصلح، بندگان نیک و نکوکارت قرار بده، از بندگان سعادتمند این دنیا و آخرت. و خصوصا برادری که این جانماز این مسجد را تغییر داد و تجدید کرد، پروردگار را این ثواب این را بر روحی مرحوم مادرش در قبرش همچون صدقه جاریه، در قبرش همچون نور و رحمت و مغفرتت بگردان. مادرش را از این برادر صاحب کار خداوند راضی بگردان و در کسب و کار و زندگی و رزق روزیش و فرزندانش برکت دائمیت نصیب روزی بگردان. همه دوستایی که و این صاحب کارهایی که برای تعمیر و ترمیم این مسجد و این مرکز پروردگار را مهنت و زحمت و
سهمیه ها و مبلغ هایی که میگذارند در عوض این همه برایشان عزت و برکت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. کشور ما رو همیشه آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده در حفظ و حمایت و پناه خودت نگه بدار. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.